جدیداً توی استان فارس یه اتفاق خیلی تلخ میفته که اعضای یک خانواده به خاطر چند گرم طلا همشون کشته میشن. قضیه از این قراره که همسایه اینا میاد خونهشون، پسر 13 سالشون رو میدزده، توی صندوق عقب میذاره و دستای مادر و 3 دخترش رو میبندن و جلو چشمان همدیگه به طور فجیع اینا رو به قتل میرسونن و چند گرم طلا رو میدزدن و فرار میکنن. تو این حادثه متاسفانه مادر و به همراه 3 دخترش از دنیا میرن و پدر خانواده اون موقع خونه نبوده و مشغول به کارش بوده. خوشبختانه قاتل رو دستگیر میکنن و این خبر اینقدر تلخ بود که کل شهر ناراحت بودن. روزی که آدمیت میمیره به خاطر چند گرم طلا، چند نفر رو بکشی، به همسایت خیانت کنی. این تصویری هم که دارید میبینید پدر این خانواده هستش که روز خاکسپاری فرزندان و همسرش هست. همسایه هم همسایه های قدیم، همسایه قدیم که هوای همدیگه رو داشتن، نه همسایه های الان که به خون همدیگه تشنن. مراقب خودتون باشید. خیلی چاکرم.